معادله زندگی بخش دوم. شاید اصلا علوم زیستی از زاویه‌ای نادرست به این مسئله می‌نگرند. به باور این علوم زندگی سراسر پردازش اطلاعات است و موجودات زنده دستگاه‌های محاسبه و تصمیم گیری‌اند. اما قیاس موجودات زنده با الگوریتم ممکن است گمراه کننده باشد. در قرن 19 دانشمندان مغز و ذهن را طوری توصیف می‌کردند که گویی ماشین بخارند. حالا چرا ماشین بخار؟ چون فناوری پیشتاز آن زمان بود و قطار و کشتی و کارخانه را به کار می‌انداخت. بنابراین وقتی انسان‌ها می‌کوشیدند حیات را توضیح دهند، فرضشان بر این بود که لابد باید مطابق با قواعدی شبیه ماشین بخار کار کنند. ذهن و بدن متشکل از لوله و سیلندر و سوپاپ و پیستونند که باعث تولید و رها شدن فشار می‌شوند و از این طریق فعالیت‌ها و اعمال موجود زنده شکل می‌گیرد. این طرز فکر حتی بر روانشناسی فرویدی هم تأثیر عمیقی گذاشت و از همین روست که امروز هم بسیاری از اصطلاحات زبان حرفه‌ای روانشناسی همچنان از مفاهیمی برآمده از مهندسی مکانیک وام گرفته شده است. ماشین بخار را در نظر بگیرید. بخار آب در حال جوش را درون محفظه‌ای بسته نگه می‌داریم. بخار دائما فشار بیشتر و بیشتری ایجاد می‌کند تا آنکه ناگهان سوپاپ را باز می‌کنیم و فشار در مسیری از قبل تعیین شده تخلیه می‌شود و به این ترتیب مهارش می‌کنیم تا باعث راه افتادن قطار یا ماشین پارچه بافی شود. در قرن 21 مقایسه روان انسان با ماشین بخار کودکانه به نظر می‌رسد. امروز فناوری بسیار پیچیده‌تری سراغ داریم: کامپیوتر. بنابراین طوری روان انسان را وصف می‌کنیم که گویی کامپیوتری است مشغول داده پردازی، نه ماشین بخاری در حال تنظیم فشار. اما این قیاس جدید هم ممکن است به همان اندازه ساده لوحانه از کار درآید. هرچه باشد کامپیوتر ذهن ندارد. حتی موقعی که ایراد و اشکالی پیدا می‌کند چیزی نمی‌خواهد. اینترنت هم حتی اگر رژیم‌های اقتدارگرا همه کشورها را از فضای وب محروم کنند درد نمی‌کشد. پس چرا از مدل کامپیوتر برای شناخت ذهن استفاده کنیم؟ خب آیا واقعاً مطمئنیم که کامپیوتر هیچ احساس یا میل و خواسته‌ای ندارد؟ حتی اگر در حال حاضر نداشته باشد، آیا ممکن نیست روزی آنقدر پیچیده شود که شعور و آگاهی به دست آورد؟ اگر چنین شود، چطور می‌توانیم به آن پی ببریم؟ زمانی که کامپیوتر جایگزین راننده اتوبوس و معلم و روانپزشک شود، چطور می‌توانیم تعیین کنیم احساس دارد یا اینکه صرفاً مجموعه‌ای از الگوریتم‌های فاقد فکر و ذهن است؟ هزاران سال پیش فیلسوفان دریافتند که هیچ راهی نیست برای اثبات قاطعانه این که کس دیگری غیر از خود شخص ذهن دارد و می‌تواند فکر کند. در حقیقت حتی در مورد دیگر انسان‌ها نیز فقط فرض می‌کنیم آگاهی دارند، اما نمیتوانیم این را با قطعیت بگوییم. شاید در کل هستی من تنها موجودی باشم که چیزی احساس می‌کند و همه انسان‌ها و حیوانات دیگر صرفاً ربات‌های فاقد فکر و ذهن باشند. شاید من دارم خواب می‌بینم و هر کسی که می‌بینم فقط در خوابم حضور دارد. شاید من در دنیای مجازی گیر افتادم و همه موجوداتی که می‌بینم صرفاً شبیه سازی شده‌اند. از نظر علم کنونی هر چیزی که فرد تجربه می‌کند نتیجه فعالیت الکتریکی در مغز است. بنابراین به لحاظ نظری ممکن است بتوان دنیای کاملا مجازی را شبیه سازی کرد که اصلاً نتوان آن را از دنیای واقعی تشخیص داد. بعضی دانشمندان مغز معتقدند در آینده‌ای نچندان دور به واقع می‌توانیم این کارها را بکنیم. خب شاید همکنون نیز این کار شده باشد. در مورد خود شما شاید اکنون سال 2216 است و شما نوجوانی بی‌حال و حوصله‌اید غرق در بازی در دنیای مجازی که جهان ابتدایی و هیجان انگیز اوایل قرن 21 را شبیه سازی می‌کند. وقتی صرف امکان داشتن این سناریو را بپذیرید، علم ریاضی شما را به نتیجه بسیار ترسناک می‌رساند. چون فقط یک جهان واقعی وجود دارد، اما تعداد دنیاهای مجازی بالقوه نامحدود است. این احتمال که شما از قضا ساکن تنها دنیای واقعی باشید تقریباً صفر است. هیچ یک از پیشرفت‌های علمی نتوانسته است مسئله معروف ذهن‌های دیگر را حل کند. بهترین آزمونی که پژوهشگران تاکنون مطرح کردند آزمون تورینگ نامیده می‌شود، اما فقط به بررسی قواعد اجتماعی می‌پردازد. طبق این آزمون برای تعیین اینکه کامپیوتر ذهن دارد یا نه باید هم با آن کامپیوتر و هم با شخصی واقعی به طور همزمان ارتباط برقرار کنید بدون آنکه بدانید کدام به کدام است. می توانید هر سوالی که می خواهید بپرسید، بازی کنید، بحث کنید، با آنها لاس بزنید، هر چقدر می خواهید طولش بدهید. بعد باید تعیین کنید که کدام کامپیوتر است و کدام انسان
اگر نتوانید تعیین کنید یا اگر یک اشتباه بکنید، کامپیوتر از آزمون تورینگ موفق بیرون آمده است و باید با آن طوری رفتار کنیم که انگار واقعاً ذهن و قدرت تفکر دارد. آزمون تورینگ را آلن تورینگ، ریاضیدان بریتانیایی و از پیشگامان عصر کامپیوتر، در سال 1950 ابداع کرد. تورینگ همجنسگرا هم بود و چون همجنسگرایی در بریتانیا غیرقانونی بود، در سال 1952 به ارتکاب اعمال همجنسگرایانه محکوم شد و وادارش کردند به اختگی از طریق داروهای شیمیایی تن دهد. او 2 سال بعد خودکشی کرد. آزمون تورینگ صرفاً همانندسازی آزمونی عادی است که هر مرد همجنسگرایی در سال 1950 در بریتانیا مجبور بود به آن تن دهد. آیا شما از نظر تمایلات جنسی انسانی سالم و طبیعی قلمداد می‌شوید؟ تورینگ بر اساس تجربه شخصی می‌دانست که مهم نیست شما واقعاً کیستید، فقط مهم است که دیگران درباره‌تان چه فکری می‌کنند. طبق نظر تورینگ، کامپیوترها در آینده درست شبیه مردان همجنسگرای دهه 1950 خواهند بود. یعنی مهم نخواهد بود که کامپیوترها واقعاً هوشیار و آگاهند یا نه، فقط این مهم است که مردم در این باره چه فکری می‌کنند.